کنسرت جدید منگل با اسنا عنایت. منگل چرا خواسته با اسنا عنایت کنسرت اجرا کند؟ این کنسرت در کجا برگزار می شود؟ اسنا عنایت کجاست و مصروف چی کاری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مبارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. منگل هنرمند دلها که همه به صدا و نام این آقا آشنایی داریم. آقای منگل شوهر اولی خانم نغمه بود. نغمه و انگل در سال 2006 از هم جدا شدند و صاحب 5 فرزند هستند. نغمه ازدواج دوم داشت، ولی آقای منگل به یاد و خاطرات نغمه نشسته و ازدواج دوم نکرده است. آقای منگل و نغمه دارای آهنگ‌های مشترک فراوانی هستند، اما در این اواخر هنرمندان جوان مانند عالیه انصاری، آریانا سعید، غزال عنایت، اسنا عنایت و دیگر هنرمندان خانم علاقه فراوانی برای اجرای آهنگ با آقای منگل داشتند. اسنا عنایت خواهر خرد غزال عنایت است که دارای استعداد خاص در هنر خوانندگی نیز می باشد. اسنا در کشور کانادا با خانواده خود زندگی می کند. اسنا عنایت بعد از غزال عنایت در میان مردم علاقمندان فراوان خود را دارد. اکنون اسنا عنایت خواسته کنسرت مشترک را با آقای منگل در چندین شهرهای امریکایی و کانادایی برگزار کند. اسنا عنایت اکنون در کشور هند است و نزد استادان بزرگ موسیقی هند برای آموختن علم موسیقی زانو زده است. اسنا عنایت و منگل بر سر اجرای این کنسرت ها توافق کردند. این همه در حالی است که غزال عنایت خواهر بزرگ اسنا هم تور کنسرت های مختلف در سرتاسر جهان دارد. این روزها بازار برگزاری کنسرت ها برای همه هنرمندان خیلی گرم است و تمامی هنرمندان مطرح و محبوب افغانستان کنسرت های مشترک را در سرتاسر جهان برگزار می کند. شما هم نظریاتتان را راجع به اجرای این کنسرت اسنا و منگل در بخش کامنت با ما شریک بسازید. چرا آقای منگل با آن همه استعداد و تجربه خود خواسته با یک دختر جوان و تازه کار در بخش موسیقی کنسرت اجرا کند؟ در بخش کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.